سلام. ببخشید من با نادر سیاه دره کار دارم. نام خدا این جانب نادر سیاه دره 55 سال سن دارم. سرپرست این خانواده است. میکشمت! یکی پیدا شده ما رو گرفته. جورج بوش میاد شوهر من بشه؟ جورج بوش سگه کیه بابا؟ جورج بوش چجوری خوردی؟ چیا؟ موتور منو. آخه این کیه؟ چرا اینقدر میخوره؟ یایی که کارت بخوره به اون شکمه. میخوایم سر به سرم نباشه دیگه. من یه چیزی نخورم میمیرم. پس از حرف و حدیث‌های بسیار هیچ بر پرده سینماهای کشور. مزاحمتون شدم بگم آقای نادر سیاه دره واقعا هر 6 ماه یه بار بدنش داره یه کلیه جدید تولید میکنه تو مدت ها. 35 میلیون. بله دیگه 35 میلیون. آده 30 میلیون بذاره بانک چقدر بهش میدن؟ باشم کن بریم. کجا؟ سر خونه زندگی. چی میگی عمه؟ من تو این خونه دارم با زن و بچه‌م زندگی میکنم. تازه از تنهایی در اومدم. یا بوی پول خورده به دماغتون میخواین بدوشینه. ایوا زبونم مگه گاوه که بدوشینه؟ چه فیلمی گذاشتی با؟ فیلم نرم ها بیارم. اوه نه. آها فیلم نه. بزن کانال. هیچ فیلم برگزیده منتقدان و نویسندگان سینمای ایران. این بیمارستانتون یه دکتر خوب سراغ نداری این محترم صداش فوش الهی؟ خب داره میخونه دیگه تو چته؟ من این بچه رو میندازم خود میکنم. حالا میبینیم. خواستمش دیگه نمیخوامش. نمیخوای به بچه ها پول بدی؟ دارم میدم که من بیشتر از این نمیتونم بدم. بیرینم به قدرت جلو زن بچه. هیچ فیلمی از عبدالرضا کاهانی. مهدی هاشمی، باران کوثری، پانتا بهرام، احمد مهرانفر، نگار جواهریان، مهران احمدی، نیره فراهانی و مرضیه برومن. صابر ابر. دو تخمار دیگه بنداز بیشتر با هم حرف بزنیم. هیچ به زودی در این سینما. پخش از فیلم ایران